تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ، حالا از سلسله گفتار تازه انگارها از خوان ایجادی نویسنده نامدار تاجیک بهمنیار از کتاب سرمده حکایه های دلپذیری را در قرائت نامزد علمهای فیلولوژی عبدالجلیل امان به سمعتان میرسانیم. می تواند کشتی ما را قطره سیراب کرد، این قدر ایستادگی ای ابر دریادل چرا؟ صاحب تبریزی. شبی آن روز کمپیری مریم در کاشانه خود خواب میدید که تمام گورهای قبرستان دود میکنند. از گرگ موار، از گور رسنوار، از گور موریوار دود تنوره میزند. یکی را گوری پدر، دیگر را گوری مادر، سوم را گوری شوهر، چهارم را گوری زن، پنجم را گوری فرزند میسوزد. گورستان شهری عظیمی را میمان که لوله های زوادی بیشمارش یک باره به هوا دودی غلیظ و زهراگین سر دادند. پیرزن در عمری سری خیش از ده بیرون رفته و شهر هم ندیده بود. او رسم شهر را با چنین لوله های دودافشان در مجله که صورت شهبوزی مشهورش چاپ شده بود دیده بود. هر یک گوری گورستان چون هر یک زوادی شهرستان از خود دودی خاصه می برآورد، سرخ، سفید، سیاه، بنفش یا 7 رنگی به هم آمیخته. ده از دهشت به پا خیسته بود. سرمدهیان هر ظرفی که می یافتند از آب پر کرده فراز تنگی را بالا می شدند. کمپیری مریم مشکی آب توی بغل بین گورها می گردد و گوری شوهرش را می جوید. شوهری که 10 سال مقدم مرده و از خود نشان نگذاشته بود. پیرزن به هر نفر که روبرو می گشت از دامنش می داشت و لابه و زاره می کرد که از برای یزدان به منی ناتوان رحم بکنید و بگوید کاشانه دامنگیری رحمتی کدام است. مردم حیرت زده به پیرزن می نگریستند، از او کناره می جستند، زیرا خود نمی دانستند که خاک دامنگیری خیشان و پیروانشان کجاست. چند گوری تازه را صاحب درک‌ها شناخته بودند و این چند تن در بین این قدر وحشت زده خوشبخت میتافتند. شیرک خال قبر زنی نخستینش را میجست. عجب وضعی داشت. 2-3 روز بود که سله میبست. الحال سرپیچ به گردن خمیده فشی آن زمین میرفت. شیرک خال نیز چون کمپیری مریم مردم رو نگه میداشت و پرسان میکرد که هیچ در خاطر دارند گوری مرحومه او کجا بود. بعد او قبر عظیم حجمی را دیده آن را آرامگاهی پدری فقیدش خالد افزور یقین کرده وا پدرم جان و جگرم گفته خود را روی آن افکند. خالدار چلدورا گویا از زیر همان قبر برآمد که به سرپیچ شیری خال چنگ زده این گوری پدری تو نیست، این آرامگاهی مادری من است گویان مدعی شد. دورتر از آنها استا شاهک رنده از این روز را دیدن مردن به گفته برای خود گور میکند. وقتی که کمپیری مریم سرسان و سرگردان باری دوم از نزد او گذران بود، استا شاهک مدت بود گور را کنده آبی آوردهش را به آن ریخته درونی لحه در آمده از مردم خواهش میکرد که رویش خاک کشند. در این موقع خاله چمنارا حاضر شده این همه کثافت از دعای تو بوزپره است گفته به پیچه های سفید کمپیری مریم آویخته او را جبران به گوری دهاندوازی استا کشیدن میخواست. دهشتی فزونتری را کمپیری مریم تحمل کرده نمیتوانست.
که ترسان و لرزان از خواب بیدار شد، خود را در گورستان در حزنستان خود دیده نمی‌دانست خرسند بشود و یا محزون. بعد کمی اندیشه نتیجه گرفت که در هر صورت کلبه‌ای زده و فرو ریخته او از قبر امیرعالم خان بهتر است. اما چه خوابی بود؟ خوابی که او دید. با این پرسش پاسخی در خور نمی یافت. کمپیری مریم از دلتنگی خود را بیرون خانه گرفت. چاک روز بود. هوا بوی باران میکرد. در چشمان خیره پیرزن روشنایی دمید. شاید باران بارد، سخت بارد، قدرت دلها را شوید و گوری پریسا نیز از دود ماند. اما روزی دراز هوا نم ماند و باران نبارید. پیرزن شکیب آسمان را نیز از اثر دعای بدی خود دانست و تصمیم نهایی گرفت. خیلی دودیله بود که شاید دعای او به گوشی بالانشینان نرسیده باشد. معلوم می شود که نه تنها رسیده بلکه نتیجه هم گرفتن در بالا. کمپیری مریم آن بیگاه سرمایه یگانه خود شهبوزی زمان آوازدارش را قربانی کرد. سرمدهیان چنین سخاوت را از دوران نوشیروان تا بدین روزگاران یاد نداشتند. از کدورت می نماید صبح در چشمم سیاه، کلبه تاریک دارم روشنایی ده مرا سیدا. روز دیگر باران بارید. باز چطور بارید؟ از ناوه آسیاب گویا ریخت باران. کمپیری مریم آهی سبوک کشید که تشنه‌های گورستان پس از این سیرابی خواب پیرانه او را دیگر کابوس نمی کنند. استاد شاهک رنده یقین داشت که پس از این هنگامه باران تفسی ولقان جوشان هم پس می شود. چه جای تفسی دل یک بنده بی جان. بابا سنگین دورندهش برزوی مو پریشان و ریش رسیده و در این چند روز خیلی کاهیده و رنگ باخته را پیش نظر آورده اظهار قناعتمندی می نمود که اون بیچاره از زحمتی کوزه‌کشی امروز فارغ است. اما دلی خالی چمنارا را شغال اغوا و گرگ شبهه خامتلاش میکردند که مبادا پس از این سلباریش نیز گوری دخترش دود کند و با این موی نیم سفید و روی نیم سیاه چطور در نظری مردم می نماید. چی می خواهد دختری او؟ یا خدایا، توبه کردم چه فکرهای به سری آدم راه می یابد. ولی فکری که به سری خاله چمن راه یافته بود از خوابی کمپیری مریم هم شومتر بود. چنان شوم بود که بیچاره مادر دیگر نمی توانست با باران چشم برک کرده پسی تیریزه نشیند. دلش بغض کرد. مادری که بجای خون غم دوید، مادر را که دیگر یک لحظه نمی توانست خانه بماند. خاله چمن بارانی شوهرش را به سر پرتافته پیراهی گلینی پسی خانهش را زیری دندانهای کفشی سیمش گرفته شغال اغوا و گرگی شبه را به خود انباز ساخته براه در آمد. عزم جزم کرده بود مادر، وگرنه هیچ جانزاده در چنین طوفان خانه گرم را گذاشته خیالی فراز نم نمی کرد. اما هرچی هم نگویی خاله چمن از جنسی زن بود و چون جیگر و گرده و تلخی نداشت که به گورستان تنها برود. از این رو در نیمرا گرگ شبه سری جادهش را گرفت و شغال اغوا به دامنش دندان زد که هوش در سر به شمشیر در بر داری مگر؟ اینقدر بیباک و تون می روی به سرزمینی رفتگانش باز پس نآمده، پیام نفرستاده کسی را فراسوی خود نخوانده. خاله چمنارا خود را در نیمراهی دیهی تر و نم کشیده سری تنها دید. گلویش را غمباده فشرد. دلی دردمندش به فغان آمد و دو چشمه‌ای در سوگواری پریسا خشکیده سرش سیراب شدند. نزدیکترین خانه کنار جاده کلبه آشنایی پیشین و دشمنی نوینش کمپیری مریم بود که از دو تنی گرمش یک دیروز سرد گشته بود و حالا دو درختی سیبی هاته‌اش سر به کتفان همدیگر مانده
به یاد آن بزکی مشهور عالم بوده و شهبوزی سرمدره نام گرفته و بعد از شاخهای خود محروم شده و کلک لقب یافته، بالاخره قربان خواب کابوسی صاحبش گشته های های اشک می‌ریختند. دورتر خانه شیرک خال که دخترانش را به دستی شو و زنی اولش را به دستی خاک سپرده بود و زنی دومش گریخته بود، از این رو خود به خانه دختری خردیش سینهار یزدانی مهربان کوچ بسته بود. قامت خمیده از بی کسی و افسردگی چون شیرک خال پیش خیش لابه می کرد. در کنار راست جاده در بلندی خانه اوستا شاهک رنده گویا به وضعی خانه های نیمداشتی اطرافش پیسخن زده استوار و با وقار می ایستاد. پری آبی توی طاق دروازه گویا زبان برآورده رهگذران را فراسوی خیش می خواند. هرچند اوستا شاهک با شیطان شریک عمل بود، خاله چمن به این شک نمی آورد. پیرزن به او مهر داشت و احترامش میکرد. از این رو امیدوار سوی آن خانه چون کشتی ره گم زده سوی منار راه پیش گرفت و گرگ شبهه و شغال اغوا برابرش پا برداشتند. دمهاشان جنبانده اوستا شاهک رنده 2-3 روز است که دستش به کار نمی رفت. الان سری لوچ مگر الهامش آماده بود. ایسکینه در دستی چپ و کوبه در دست راست سرگرمی نقاشی بود. به کارخانه در آمدنی خاله چمن را پی نبرد. خاله چمن فرصت چند دمی پرسوزی خود را فرو برده به حرکت‌های جنینمانای اوستا نگریسته و نقشه‌های بلعجبی شاهک او را از عالمی گرسوز به جهان دلسوز بردند تا دمی که نقش‌ها کاملتر شدند و لوحی خاموش گویا گشت و او را دهشت گرفت. تو دانی خدا شاهک چی میکشی؟ اوستا شاهک به خود لرزید، سر برداشت. خاله چمن را دید، گرگ شبهه و شغال اغوا را ندید. پینداشت که زنک از اکی شم خبر نیتی او را شنیده است، چه در چنین سیلبار تشریف آورده است. از این رو عین حقیقت را گفت. دودی حسرت را میکشم چمن، مرا شرمندی 2 عالم میکنی شاهک. خدا نگه دارد. از چی میگویی؟ مگر این دودی گوری پریسانه است؟ غلط میگویی. این دودی دلی همه حسرت زدگان است که از زودپایی مهر و وفای ما تنوره میزنند. زن باز به نقشای پرعجب نظر دوخت، گویا از ره راست یا چپ سخن گفتن اوستا را سنجیدن میخواست. لحظه خیالش را عقاب غفلت ربود که باز گرگی شبهه و شغال اغوا به دلش راه یافت. شاهک گرگ و شغال دلم را خام تلاش دارند. چی میگویی؟ میخوام گوری پریسا را بکشایم و یک نظر ببینم. خوشداری چمن، گذشتگان را با غربت این جهان تشویش مده. اسرار اون سرزمین پوشیده بود و میماند. گرگ و شغال مرا آرام نمیگذارند. به دیگر دلم آب نخورد. نزدت به امید آمدم. میدانم گناه میکنم و تو را هم به گناه میکشم، ولی چاره ندارم و آرام و قرارم. آیا فراموش کردی که با زنی شاپور چی رخ داد؟ همراه کمپیری زیر گوری پیسرش را کشاد و کرمهای جوشان جگربندش را دیده عقلش کاسته گشت. همین را میخواهی بگویی؟ بله، عقل باختن از این روز را دیدن بهتر است. اوستا شاهک با تندی ایسکینه و کوبه را روی لحف پرتفت و نگاهی غضب به خاله چمن افکند. زن نگاهی پر التجا به اوستا دوخته بود و چنین مینمود که تا مرادش حاصل نگردد دست از دامن او باز نمی‌دارد. اگر بابای سنگین اینجا می بود با 2-3 سخنی درخور او را از رأیش می‌گرداند. اندیشید اوستا. من زبان چوب را یافتم و زبانی مردم را نه. خیر، چی علاج؟ بعدی کمی شکیب گفت او. رای دلت چنین باشد اما در این باران کار نمیتوان کرد مگر بازماند و پسان برویم. اوستا با امید این را گفت که شاید تا بازماندنی باران زن از فکرش گردد. خاله چمن
بعدی کمی اندیشه مصلحت اوستا را معقول یافت و وزنین از جای خسته کارخانه را با اسکینه و کوبه به شاهک گذاشته راه گیلالود را زیر دندانهای کفش سیمش گرفته گرگ شبهه و شغال اغوا را پیش انداز کرده باز پس گشت. اوستا شاهک رنده زنک را با چشم گو سیلاند و پس اسکینه و کوبه را به دست گرفت. مدت همین طور به حرکت ایستاد. بعد با قهر آلات را سوی تراشه پرداخت. اوستا را باز دست و دلش به کار نمی رفت. دانم سر آید قصه ام، چندان نماند غصه ام، زین آهی خونفشان که من هر صبح و شام میزنم. حافظ شیرازی. باران 3 روز باری. 3 روز برزوی آذرپور در انتظاری گنگ بازماندنی باران را میپایید. دری خانه خوابش را برای خود و نزدیکانش قفل زده، به نصیحت و پندهای پیوستگانش گوشه را کر ساخته بود. 2 شبی بارانی پریسا پی هم به خوابش می در آمد. عجب صورتی داشت پریسا در خوابش. آبشاری مویهایش خس و گیلالوده، چشمان شهلایش به عمق خانه چوکیده، رنگ رخساری گلگون و لبهای میگونش پریده، بجای پیراهن کفن پوشیده. یک گوشه دامنش درونی می سوخت و دود می کرد. دود نکهتی تنی پریسا می کرد که شمیدن آن را برزو اینقدر خوش داشت. ولی این نکهتی گوارا حالا او را نفسگیر می کرد. عالمی روشن را در نظرش تیره می ساخت. برزو از پسی پریسا چارغابه می گشت، دامن کفن را می بوسید و زاره و لابه می کرد که ببخشدش، در عذابی علیم نگذاردش. پریسا حرف نمی زد، به زانو می نشست، موی سری برزو را با پنجه هایش پریشان می ساخت، دست و روی و پای او را بوسه باران می کرد چنان که در زندگی می کرد. و این نواختنها که قبلا برزو را از آستان بر آسمان می بردن، حالا از آستان به سقر می کشیدن، زیرا این دست و لبان سرد بودن، سردی وحشتزا بودن که برزو خود را کنار گرفتن یا فرار کردن می خواست. از این پریسا به زفق می آمد، قاه قاه می خندید و از دهانش نگلهای تر و تازه وقت پریسا بر حیات بود و می خندید. برزو را چونی می نمود که از دهان او گل می ریزد، بلکه حالا ریگ و خاک می ریخت. برزو عرقشار از خواب بیدار می شد و باز هر چیزی که از پریسا یاد می کرد از خانه بیرون می افکند. ولی می بایست این خانه را از بنیادش بکند، زیرا در این خانه چیزی نبود که از پریسا یاد نکند. برزوی آذرپور مدیری دبیستانی سرمده که در موضوع خرافات در روزگار مردمی سرمدره رساله اتئیستی دفاع کرده، به همه جین و ارواحی بوده و نبوده دنیا خطی بطلان کشیده بود، با مو و ریشی رسیده و در این چند روز تارهای سفیدش افزوده هر قدر اندیشه میکرد که سببی رخداد روزهای آخر را بیابد نمیافت و بیشتر نتیجه میگرفت که ناحق جبر میکشد. خیر چی؟ که او سالی پریسا را نداده، دختری را به عروسی خواسته است، فقط خواسته است، عقد نبسته است. انصاف بدهید، مگر من به بی‌موردی عمر باد با کسی پیام بستم؟ اگر او خبر دود کردن گوری پریسا را از شاهک رندنه و از دیگری میشنید، هیچگاه باور نمیکرد. نه تنها او بلکه اهل روستا به پاکدامنی و شرافتمندی شاهک رنده ایمانشان کامل بود. از این خاطر برزو چون شنید که گوری پریسا دود میکند، دانست که حقیقتی محض را میشنود.
шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо ҳикоётро аз китоби сармадеҳи нависанда Баҳманёр аз силсила гуфтори тозаангорҳо дар қироати номзади илмҳои филология Абдуҷалили Амон аз мавҷи радиои Фарҳанг шунидед. Коргардон Мавҷи Гул Юсупова. анҷоми гуфтори 36. шоду муваффақ бошед.